خدا. سلام بچه ها. امروز جلسه دومیه که روی موضوع انتگرال و زیر موضوع انتگرال گیری داریم کار میکنیم. بحث امروزمون هم مختص انتگرال گیری از توابع مثلثاتیه. توابع مثلثاتی که انتگرال اونها فقط و فقط قواعد خاص مثلثاتی خودشون رو داره. خیلی هم موضوع ساده است. یعنی ممکنه که توی تست‌ها رنگ و لعاب داشته باشه و قیافه داشته باشن، ولی موضوعی که شما توی این انتگرالی باش روبرو هستین موضوع بسیار ساده‌ایه. نگاه کنید. انتگرال های مثلثاتی شروعشون با انتگرال های ساده مثل سینوس x و کوسینوس x هستش. چی رو میتونم بگم که مشتقش میشه سینوس x؟ یه خورده برعکس فکر کنین، به راحتی میتونید جواب بدین که چی؟ منفی کوسینوس x به اضافه چی سی مشتقی میشین. پس انتگرال سینوس x منفی کوسینوس. حالا اگه سینوس کا x طرف حساب باشیم، این x مون ضریب داشته باشه، شما همین کار رو با ضریب یک کام انجام میدی. کوسینوس چی؟ کا ایکس اضافه سی. این مثال خیلی ساده همینجا من براش بزنم برای همین عبارت. مثلا اگه سینوس فرض کن 5x طرف حسابی ضریبش 5 منفی 1/5 کوسینوس چی؟ 5x اضافه سی. اگه یو پریم داشته باشیم، یا بهتره بگم که اگه سینوستون داخلش یه عبارت باشه یو داشته باشیم، حتما باید دوباره یو پریم رو چیکار کنیم؟ بسازیم. فیلم قبلی هایتون میاد هر جا یو به توان ام داشتی یو پریم میساختی. الان همون هر جا سینوس یو داری، و اونورم الان میخوام بگم هر جا کوسینوس یو داری اونجا هم باید یو پریم بسازی. است یو پریم رو با یه ضریب میسازی، بعد شروع کنی از این فرمول استفاده کردن. جوابش هم چی هستش؟ منفی کوسینوس یو به اضافه سی. یه مثال کوچولو هم برای این بزنیم. فرض کنیم طراح این نوشته باشه سینوس x2 به اضافه 1، بعد خودش هم یه 2x اینجا گذاشته باشه. بپرسه که این جواب این انتگرال چی میشه. شما میان میگی خب آقا جان این نقشه چی رو بازی میکنه؟ یو رو بازی میکنه. این نقشه چی رو بازی میکنه؟ یو پریم رو بازی میکنه. آماده است، چیزی کم و کس ندارم. یه ضرب می‌نویسم منفی کوسینوس چی؟ اون عبارت که یو باشه به اضافه سی. اگه احیانا این یو پریم ساخته نشده، شما با یه ضریب جمع و جورش میکنید. یه مثال کوچیکم واسه این برم. سینوس فرضاً رادیکال x تقسیم بر رادیکال x یه x رو ازتون میپرسه چی هست. ببینید سینوس یو هستش، یعنی رادیکال x رو نقش یو رو بازی میکنه. یو پریم اون رادیکال x چیه؟ 1/2 رادیکال x. یه دونه دو اینجا کم دارم، بذار اینو بازنویسی کنم. علاوه بازنویسی می نویسم که 1 رادیکال x سینوس رادیکال x دیگه x مساوی با، قراره که اینجا نقش چی رو بازی کنه؟ یو رو بازی کنه. یه دو بذارم اینجا، یه دو بذارم اینجا، این کلا نقش چی رو بازی میکنه؟ یو پریم. دیگه با این یو پریم کاری نداری. جواب چی هستش؟ منفیه، چون منفی دو که اجباری اومد. کوسینوس رادیکال x به اضافه چی؟ سی. کلیتش رو پس تو سینوس اگه درک کنیم، تو کوسینوس هم همین حرفا رو شبیها خواهیم زد. تو حتی بحث‌های تانژانت و کوتانژانت. سینوس خالص منفی کوسینوسه، با ضریب کای منفی یک کام تحویل میگیرم. اگه یو داشته باشی سینوس یو پریم کنارش میسازم. یو پریمه که ساخته شد دیگه باش کاری ندارم. منفی کوسینوس یو پریمه یا خودش وجود داره، یعنی که تو با یه ضریبی کم و کسر اصطلاحاً داشته باشه، ضریب گذاشتن داخل گذاشتن بیرون، چیکار میکنی؟ اون یو پریمه رو میسازی. بریم کوسینوس رو ببینیم. ببینید اگه خود کوسینوس x رو بخوام، خب به طب جوابش سینوس x به اضافه سی هستش. چی مشتقش کوسینوسه؟ میگی سینوس x. اگه ضریب داشته باشه، عین همین حرفا رو اینجا میزنم، میگم یک کام سینوس کا x به اضافه سی. یه مثال ریز براش بریم. انتگرال کوسینوس x سوم دی x. الان ضریب x چی هستش؟ 1/3. برعکس اون 1/3 یعنی برعکس کا چی میشه؟ 3. پس اینجا میشه 3 سینوس x سوم به اضافه سی. یو پریم دارش هم بگیم. یو پریم دارش دیگه چشم بسته میفهمید چی هستش دیگه. سینوس یو. شما فقط کافی یو رو که اصطلاحاً تشخیص میدی، یو پریم رو چیکار کنی؟ بسازی. یه مثال برای این ببینید. انتگرال 1x کوسینوس ln x dx.
ببینیم اینجا سوال میخواد یه خوردم معمولا به اینا قیافه میدن، ابهت داره، مثلا شما فکر میکنین که سوال خیلی سخته، چیز خاصی نداره. خوب دقیق بشین اینجا نقش چی رو بازی میکنه؟ یو رو بازی میکنه. همین الان اینجا یو پریم چی هستش؟ آماده است، یعنی کم کسی هم حتی ندارم. پس یه ضرب جوابش رو می‌نویسم. یه ضرب جوابش چی می‌نویسم؟ موسیبا سینوس یو، یعنی ln x به اضافه c. پس اینجا هم دوره همون حرفا رو تکرار میکنم. چی؟ کوسینوس خالی، کوسینوس با ضریب یک کاو میاد مثل سینوس. اگه کوسینوس یو داشته باشین یو پریم باید ساخته بشه، مثل همه جاها که ما هر جا یو داریم یو پریم رو میسازیم. یو پریم که ساختی جوابش سینوس یو. بعضی موقع آماده هست مثل این، بعضی موقع هم شما یه ضریبی کوچولو کم و زیاد میکنید داخل و بیرونش، اصطلاحاً اون یو پریم رو میسازی. یکی دو تا سوال ترکیبی بریم از این دو تا بحثایی که الان با هم کردیم، سینوس کوسینوس، سوال ترکیبیشون ببینیم. اینا نمونه های سوال های ترکیبی هستن که شما توی انتگرال گاهن میبینیشون. اگه یادتون بیاد توی قسمت مثلثات یه فرمولایی داشتیم که میگفتیم که بچه‌ها بعداً تو انتگرال از اونها به عنوان توان شکن یاد میکنیم. یه یادآوری کنیم اونا رو. یه فرمول داشتیم راجع به سینوس به توان 2 آلفا و کوسینوس به توان 2 آلفا، جفتشون یه دوم داشتن، یک اینجا منها اینجا به اضافه کوسینوس 2 برابر کمان، اینجا هم کوسینوس 2 برابر کمان. این دوتا فرمول اصطلاحاً تو انتگرال معروف چی هستن؟ توان شکن هستن. به چه درد میخوره؟ هیچی. این توان دویی که شما اینجا دارید رو نابود میکنه. ما فرمولای انتگرال سینوسمون و کوسینوسمون که الان توی تخته قبلی دیدیم چی بود؟ سینوس کا ایکس اینا بودن، سینوس با توان 1 نه با توان 2. میام اینجا اجرا میکنم. مثلا انتگرال نمیگیرم، دارم چیکار میکنم؟ دارم این فرمول توان شکن اینجا اجرا میکنم. 1/2 پرانتز باز 1 منهای کوسینوس 2 برابر کمان 6x. حالا موسیبا الان آماده انتگرال گیریه. 1/2 به عنوان ضریب انتگرال 1 x منهای این کوسینوس کا x، کا x 1/6 سینوس 6x به اضافه c هم ته کار. پس توان 2 رو تبدیل کردم به توان 1 و دارم چیکار میکنم؟ انتگرال میگم ازش. برای بعدی هم دقیقاً همین حرف رو توی توان شکن میزنم. توان 2 داره، شروع میکنم توان میشکنم، انتگرال 1/2 به اضافه کوسینوس 2 برابر کمان یعنی 2/3 x dx. حالا آماده انتگرال 1/2 به عنوان ضریب x به اضافه اینجا چی هستش؟ کاهش 2/3 1 کاو میشه چند؟ 3/2 سینوس 2/3 x به اضافه c. پس تو توانهای زوج سینوس که شما انتگرال میگیرین، توان شکن ها لطفا یادتون نره. بریم سراغ بعدی. اونجا سینوس ضرب در کوسینوس، اینجا هم کوسینوس ضرب در چی؟ کوسینوس. میبینید اینجا ضربه، نمیتونید شما تک تک انتگرال بگیرید تو سر. اگه این وسط جمع باشه میتونستم تک تک انتگرال بگیرم. جمع چیکار باید بکنم؟ فکر کنم فهمیدین دیگه. ضرب به جمع تبدیل میکنی. این کوسینوس در کوسینوسه، پس فعلا با انتگرال کاری ندارم. انتگرال ضرب به جمع چی داشت فرمولاش؟ 1/2 داشت کوسینوس جمع اینا که میشه 10x به اضافه کوسینوس تفاضل چی؟ 4x dx. الان وسط شد جمع، ضرب رو به جمع تبدیل کردیم. آماده انتگرال گیریه و این کار رو میکنم. 1/2 ضریب کوسینوس کا ایکس، کوسینوس کا ایکس میشه چی؟ 1/10 سینوس کا ایکس. این یکی هم همینطور 1/4 سینوس 4x به اضافه c هم ته کار. پس ضرب رو به جمع تبدیل کنیم. فرمولای ضرب به جمع رو شما توی بخش‌های مثلثات به راحتی میتونید چیکار کنید؟ پیدا کنید و روشون کار کنید. اینا میشه سوال ترکیبی اند. بریم بعدی، اونم ضربه و اگه جمع بشه خیلی عالی میشه. این کار انجام میدم. به انتگرال فکر نمی کنم. 1/2 ضرب به جمع میشه سینوس جمعشون یعنی 5x به اضافه سینوس تفاضلشون یعنی چی؟ 3x dx. حالا آماده انتگرال گیری. 1/2 ضریب سینوس کا ایکس میشه منفی 1 کاوم کوسینوس کا ایکس، اون یکی هم منفی 1/3 کوسینوس چی؟ 3x به اضافه c و این هم انتگرال این. خب کلیت ماجرا چی شد؟ ما سینوس کا ایکس داریم و کوسینوس کا ایکس. اگه احیانا سینوس توان زوج داشت،
توان شکنانه داریم کار میکنیم، احیانا سینوس ضرب کوسینوس ضرب داشتیم، ضرب به جمع تبدیل میکنیم. فکر میکنید الان باید سراغ چی برم؟ میخوام توان سه های سینوس، یعنی توان فردها رو هم یه الگویی به شما داده باشم. اونجا رو بریم باید چیکار کنیم. بس خب قرار شد که روی توان سوم سینوس کوسینوس کار کنیم. با این مثال یه الگو به شما میدم که شما از پس اینجور چیزا بردارید. با دو روشی رو حل میکنیم اگه توان سه است. روش اول رو نیا کنیم. ما یه فرمولی داشتیم برای سینوس 3x، اگه یادتون بیاد توی بحث مثلثات معروف به فرمول چی بود؟ 4 3 3 مثلثات بود. میگفتم چی اینجا؟ منفی 4 تا سینوس به توان 3x به اضافه 3 تا سینوس x این است. خب این سینوس به توان 3 رو میخوام انتگرال بگیرم، اینو میخوام، اینو تنهاش میکنم، میارم اینور، اینو هم میبرم اونور. یعنی 4 تا سینوس به توان 3x برابر است با 3 تا سینوس منهای سینوس 3x. این 4 رو هم اینجا بردارم، اینجا بذارمش ضریب دیگه، تمومه دیگه. 3 تا سینوس x منهای سینوس 3x. الان آماده انتگرال گیری از طرفین هستم. من انتگرال سینوس 3x dx رو میخوام، میشه انتگرال اونور 1/4 3 تا سینوس x منهای سینوس 3x dx. خب این به چه درد شما میخوره؟ نیا کنید توان 3 رو شما تبدیل کردی به توانهایی از یک، وسطشون هم چی هستش؟ جمع و تفریق، راحت میتونی انتگرال بگیری. پس جواب انتگرال این چی میشه؟ این عبارت 1/4 ضریبه اولی منفی 3 تا کوسینوس x به اضافه، یعنی منفی در منفی میشه مثبت 1/3 کوسینوس 3x به اضافه c. انتگرال سینوس به توان 3 این عبارت شد. یه روش دوم دیگه هم بریم با هم دیگه، یه ایده دیگه بدیم. روش دوم، این روش خیلی منطقی تر و یه روش کلی تر برای توانهای فرده. شاید این روش اول فقط برای توان 3 بتونید اجرا کنید، اما اونی که دارم میگم یه روش کلی تر برای توانهای چیه؟ فرد سینوس کوسینوس هست که میخوایم انتگرال بگیم ازشون. روی سینوس به توان 3 اینو اجرا میکنم. ببینیم بچه‌ها، سینوس به توان 3x dx میام چیکار میکنم؟ مینویسم اینو سینوس x ضرب در کوسینوس x به توان 2 1 منهای کوسینوس 2 مینویسم. چرا اینجوری نمیشی؟ خب خیلی ساده است. این سینوس در سینوس 2، سینوس به توان 2 رو که با قرمز اینجا بنویسم، سینوس به توان 2 رو نمیشم 1 منهای چی؟ کوسینوس 2 ریاضی یکی. این سینوس رو تو این پخش میکنم. پخش کنم، شما یه سینوس x داری dx بذارش کنار، منها یه انتگرال دیگه دارم سینوس x کوسینوس به توان 2x dx. خب فکر کنم میتونی الان انتگرال بگیری. این که خودش به تنهایی انتگرالش معلومه. این چی میشه؟ میشه منفی کوسینوس x. این خیلی ساده انتگرالش گرفته شد. بعدی چه خبره استاد؟ هیچی. بعدی این نقش یو رو بازی میکنه. یو به توان چند هم هست؟ 2 هم هست. یو پریمش یه منفی میخواد و یه منفی هم نقش یو پریم رو بازی میکنه. اون قانون دومی که خوندیم یو پریم یو ام، یو پریم رو بساز، الان همون کاری کردم. یو به توان 2 داری، یو پریم چیکار کردم؟ ساختم، اجرا میکنم. منفی در منفی چی؟ مثبتش رو گذاشتم. حالا یو پریم رو دیگه نگاه نمی‌کردیم. 1/3 کوسینوس به توان 3x یه به اضافه c هم ته کار. اینم روش دوم انتگرال گیری. توی توانهای فرد شما کلا میتونید این کار انجام بدین، ولی تو سطح کتاب دیفرانسیل و سطح کنکور همین توان 3 اوج مثلا انتگرال گیری های مثلثاتی شماست. توانهای فرد بعدی معمولا یا توان زوج بعدی 4 و 5 و 6 الی آخر معمولا میره توی سطح های دانشگاهی تدریس میشه. برای کتاب دیفرانسیل ما همین کفایت میکنه. اگه بخوام یه مثال بدم که شبیه این کار کنیم، به طب فکر میکنم میدونین که اینو به عنوان یه مثال خونه انتگرال کوسینوس به توان 3x dx رو میتونید چیکار کنید؟ توی خونه روش کار کنید با همین صرف و با همین دوتا روش. یه سوال دیگه هم اینجا پیش میاد بچه‌ها، اونم اینه که من این انتگرال رو با دو تا روش چیکار کردم؟ انتگرال سینوس به توان 3 رو با دو تا روش کار کردم و محاسبه کردم. چرا قیافه اینا با هم نمیخونه؟ جواب خیلی ساده است.
یکی اینا رو ساده کاری کنی، حالا یا اون یا این رو مثلا کوسینوس 3x باشه فرمول 433 داره. وقتی اینو ساده کاری میکنی فرمول 433 رو می‌نویسی آروم آروم ساده میشه و به اون فرمول چی تبدیل میشه؟ اون فرمولی که اون با اون یکی روش اصطلاحا شما اینو پیدا کردین. یه نگاهی به گزینه‌ها بندازی میفهمی که طراح معمولا کدوم روش رو چیکار میکنه انتخاب میکنه. بریم تیپ‌های دیگر رو ببینیم. الان بچه‌ها وارد بحث‌های تانژانتی کوتانژانتی میشیم. ببینین یک به اضافه تانژانت رو خودتون بگین جواب انتگرالش چی میشه. تانژانت x به اضافه c مشتقش میشد یک به اضافه تانژانت 2. بگین یک به اضافه تانژانت 2 کا x چی میشه. کادار بگین مثل قبلی‌ها یک کا بعد تانژانت کا x به اضافه c. یک کوچولو مثال میخوام. اگه انتگرال یک به اضافه تانژانت 2 5x داشته باشی جوابش چی میشه؟ 1/5 به عنوان چی؟ کا 1/4 تانژانت 5x به اضافه چی؟ c. اون یکی رو بگین خودتون. یو پریم یک به اضافه تانژانت 2 دارم به اضافه c. دیگه حرفای تکراریه دیگه بچه‌ها. یک به اضافه تانژانت 2 یو داره یو داشته باشه یو پریم رو بساز، یه ضریب کم و زیاد و این حرفا کن تا این تانژانت یو پریم رو دیگه نبینید تا تانژانت یو چی بشه؟ حاصل بشه. یه مثال میخوام آسابتی نیا کنین. یه مثال ریز براش برم. فرض کنیم انتگرال x پرانتز یک به اضافه تانژانت 2 x2 dx رو میخواد. خب چه خبر اینجا؟ جواب مواب نیا کنی. این نقش چی رو بازی میکنه؟ یو تانژانت به توان 2 یو پریمش چیه؟ 2x یه دو اینجا کم دارم یه دو می نویسم براش به خاطر اون دو یعنی یک دوم اینجا دارم یک به اضافه تانژانت 2 x2 dx. خب چیکار کردی آسابتی؟ هیچ. این یو بود که تکراره. یو پریمر رو ساختم قراره دیگه یو پریمر رو تو نبین. خب یک دوم تانژانت اون یو به اضافه چقدر؟ c. به همین سادگی همین حرفا رو عیناً تو کوتانژانت میزنم. یک به اضافه کوتانژانت 2 بگیر انتگرالش چی میشه؟ منفی کوتانژانت x به اضافه c. مشتق کوتانژانت خودش یه منفی داشت یه منفی هم با این منفی میره میشه یک به اضافه چی؟ کوتانژانت 2. کادارش چی؟ خب دیگه ترجیح میدم اینجاها رو با سکوت برم جلو. درست یو پریم بساز میشه منفی کوتانژانت یو به اضافه c. یه مثال کوچولو براش بریم. به عنوان مثال برای کدومش؟ برای اون بالایی مثلا مثال بزنم. میگم که آقا جان اگه یک به اضافه کوتانژانت 2x پنجم داشته باشی جواب انتگرالش چی میشه؟ شما میگی این کا 1/5 یک کامش 5 منفی کوتانژانت x پنجم به اضافه c. پس یه دید کلی داشته باشیم روی این تانژانت کوتانژانت ها. شما یا انتگرال یک به اضافه تانژانت 2 رو میگیری با کا یا با یو دار اصطلاحاً. تمش یک به اضافه تانژانت 2 که میشه تانژانت، یا انتگرال یک به اضافه چی؟ کوتانژانت 2 که تمشونه یا با کا با یا شاید هم با یو. یک بعد داشته باشه تانژانت توان 2 هم باید داشته باشه. خب حالا بریم سوالای اصطلاحاً مدل‌های مختلف که از این تما بتونیم داخلش چیکار کنیم استفاده کنیم. دو تا سوال پشت سر هم میخوام کنم با یک شباهت کاری. با این یادآوری که بچه‌ها یادتون میاد تو ریاضی یک به اضافه تانژانت 2 رو میگفتیم یک بر کوسینوس به توان 2 آلفا و همچنین یک به اضافه کوتانژانت 2 رو میگفتیم چی؟ یک بر سینوس 2 آلفا. اینا از کجا بود؟ از ریاضی یک داشتیم. چی کار میکنه طراح اون انتگرالی که یک به اضافه تانژانت 2 دار هست اونا رو مثلا تو این قالب سعی میکنه پنهانش کنه. این سبک رو نگاه کنید. جواب این انتگرالی که داریم میگیم موسیس با این سه که هیچ چیز ضریبه ولش کن. یک تقسیم کوسینوس 2 میشه یک به اضافه تانژانت به توان 2 6x dx. همون انتگرال خودمونه دیگه با کا اصطلاحاً سه که هیچ. یک کامش میشه یک شیشم چی؟ تانژانت 6x به اضافه است. اینم که میشه یک دوم. بریم بعدی. اونجا هم سعی کرده یکی به اضافه کوتانژانت 2 رو تو قالب یک بر سینوس پنهانش کنه. ببینین دو که هیچ کاری باش ندارم ضریبه یک بر سینوس میشه چی؟ یک به اضافه کوتانژانت 2 4x dx. خب پنهان شده این کاش 4 میشه منفی یک چهارم کوتانژانت 4x به اضافه c. اینم که میشه
با ساده کاریش -1/2. با این دو تا مثال میخوام به شما بگم که بچه‌ها سعی کنیم که 1/2 تانژان 2 که اصطلاحاً شما توی انتگرال گیری و 1/2 کوتانژان 2 تو انتگرال تانژان کوتانژان منتظرش هستین، توی این قالب‌های فرمول ریاضی 1 گمشون نکنیم. مثال بعدی، این مثال بعدی بوده. 1/سینوس و 1/کوسینوس رو فکر کنم می‌بینیم. من میتونم با دو تا روش هم انتگرال میگیرم بچه‌ها. این روش اولیش رو ببینید لطفا. میتونم چیکار کنم خدا؟ 1/سینوس 2 ضرب در 1/کوسینوس 2 هستش دیگه. خب صورت رو ضرب میشه، مخرج هم ضرب میشه، این ترم هست. بعد 1/سینوس 2 رو بنویسم 1 به اضافه کوتانژان 2x. این یکی هم هست 1 به اضافه تانژان 2x dx. خیلی خوب شد. انتگرال رو بلدم. فقط مشکل اینه که این وسطشون حواستون باشه چیه؟ ضرب ور نداری انتگرال بگیرین دونه دونه. تو ضرب ما انتگرال نمیتونیم بگیریم. تک تک پخشش میکنم. 1/1. من هنوز به انتگرال فکر نمیکنم. همش دارم میپزم سوالو برسه به اون فرمی که اصطلاحاً قابلیت انتگرال گیری داشته باشه. یک تو این ضرب 1 به اضافه چی؟ تانژانت 2x به اضافه اینم تو این ضرب میشه کوتانژان 2x. تانژان ضرب کوتانژان میشه 1 به توان 2، اینم 1 دیگه. تانژان ضرب کوتانژانت الان همه جمعه و جالب اینجاست. این انتگرالشو بلدم، اینم انتگرالشو بلدم. تک تک انتگرال به تنهایی چیه؟ هیچ. تانژانت x. انتگرال بعدی چیه؟ منفی کوتانژانت x به اضافه c. خیلی ساده. یه بار دیگه با یه روش دیگه این انتگرالشو بگیریم. با روش چی؟ دوم. چی بنویسم؟ این انتگرال اینجوری بنویسم که مشکلی نداریم که سینوس x ضرب داره، اینو توانش بذار اینجا بذارم کوسینوس x به توان 2 dx. اینجوری دیگه. سینوس ضرب کوسینوس جفتش هم چی داشت؟ توان 2 داشت. هدف از این کار چیه؟ ثابت هیچی. هدفم از این کار اینه که این سینوس x ضرب در کوسینوس x رو بنویسم 1/2 سینوس 2 برابر کمان. 2 برابر کمان. هنوز انتگرال نمیگیرم بچه‌ها. دارم چیکار می‌کنم؟ اصطلاحاً پخته پس آمادهش میکنم برای انتگرال گیری. این 1/2 به توان میشه 1/4 برعکس 4 میاد بیرون. اینجوری انتگرال سینوس به توان 2x. این 1/سینوس 2 هم که فکر میکنم یادتون میاد دیگه، میشه 1 به اضافه کوتانژان به توان 2x. الان آمادگی انتگرال گیری رو داره. 1 به اضافه کوتانژان 2 کا x، کاش 2 میشه -1 کا و -1/2 کوتانژانت 2x به اضافه چی؟ c. یعنی جواب انتگرالی. خب آقای ثابتی چرا این دو تا روش جوابش ظاهرا با هم متفاوته؟ نه ظاهرا متفاوت نیست. شما همین تانژان بینای کوتانژانتی که اینجا تو روش اول داری، اگه احیانا شروع کنی مخرج مشترک گرفتن سینوس به کوسینوس و کوسینوس به سینوس، به همون جواب کوتانژان 2x به راحتی میرسی. این ساده‌کاریش رو قبلا ما توی بحث‌های مثلثات تو فیلم‌های مثلثات به شما نشون داده بودیم است دیگه. دو تا روش. یه مثال خونم از این بزنیم برای شما. اون مثال خونه این باشه. حدوداً همین سبک رو شما میتونید اجرا کنید. تو چند انتگرالی؟ سینوس به توان 2x کوسینوس به توان 4x dx. سوال خوبیه. قبلی تو تست کنکور تکرار شده، 1/سینوس و 1/کوسینوس تکرار شده. این تو تست کنکور دیده نشده. تمرین کنید روش. خوبه، سوال خوبیه. دو تا سوال پشت سر هم دوباره با یه تم مشترک. فرقشون چیه؟ یا بهتر بگم فرقشون با قبلی‌ها چیه؟ هیچ. یک نداره. این اگه یک داشت راحت من انتگرالش گرفته بودم. چیکار کنم برای یک دار شدن؟ تو یک به اضافه تانژان 2 4x اینجا بذار، یه منهای انتگرال یک هم بذار کنار دستش. یک و یک با هم دیگه چی بشن؟ حذف بشن. این تیکر تو انتگرالش رو بلدی 1/4 تانژانت 4x، اونم منهای x به اضافه c به همین راحتی. یعنی اگه کم و کسرت یک بود یک اضافه کم کن. برای بعدی هم عین همین کار انجام میدم. یک نداره، بیا 1 به اضافه کوتانژان 2x سوم بذار براش x سوم منهای یه نه 1 دیگه x. حالا جواب انتگرال چی میشه؟ که میشه -3 تا به کاهش 1/3 1 کام 3 -3 تا کوتانژانت x سوم اونم -x به اضافه c. کم و کسری یکتون رو با یه دونه یک اضافه کم کردن چیکار کنین؟ جبران کنین. اینم یه نمونه دیگه.
خیلی مثال نادریه و یه تکنیک خاص خودش رو داره. خوبه که این تکنیک رو تو ذهنتون بسپارین و بتونید روش اجرا هم داشته باشید برای مثالی که توی خونه به شما میدم. توانش 4، توانش 2 نیست. این تیپ ها رو مثال رایجی هم هست. این کار انجام میدم براش. ببینید تانژانت به توان 4، یه دونه تانژانت به توان 2 اضافه میکنم، یه دونه چیکار میکنم کم میکنم، یه منهای 1، یه به اضافه 1 یه x. این اضافه کم شده، این هم اضافه کم شده. هدفم از این کار چی بوده؟ مهم اون هدف است. ببینید هدفم از این کار این بود که این دوتا رو با هم بگیرم، این دوتا رو با هم بگیرم، اونم که یک کاری باشن. هنوز مشخص نیست هدفم. از این یه تانژانت به توان 2، دو تا اولی یه تانژانت به توان 2 x فاکتور میگیرم. میمونه چی؟ تانژانت به توان 2x به اضافه 1. این دوتا رو با هم یه منفی فاکتور میگیرم. متأسفانه میبرمش توی انتگرال دیگه، منفی هم فاکتور گرفتم. تانژانت به توان 2x به اضافه 1. اون یه نفرم اصلا میبرمش توی انتگرال دیگه، توی فاز دیگه باش کار میکنم. یعنی من 3 تیکه انتگرال گیری ساختم برای شما. انتگرال گیری چیکار داری میکنی؟ ببینید این همان u به توان 2 هستش، u پریمش هم اینجا آماده است. یعنی میره تو قانون u پریم u m بچه ها. u پریم u به توان 2، u پریم رو دیگه نگاه نمی کنی، بیخیالش میشی، توان این یکی زیاد میکنم، 1/3 تانژانت به توان 3x. این از انتگرال اولی. اون یکی هم که اصلا کاملا آشناست، خودش همینجوری تانژانت 2 به اضافه x میشه خودش چی؟ تانژانت x خالص. اونم که میشه x خالص به اضافه c، انتگرال 1 بود چی؟ x. پس یه بار الگو رو تو ذهنتون بازآرایی کنید. اصطلاحاً تانژانت 4 رو یه تانژانت 2 یه تانژانت کم و زیاد کردم، اینم یک کم و زیاد کردم. هدف این دوتا رو با هم یه فاکتور بگیرم، این دوتا رو با هم یه فاکتور، اونم با هم دیگه بذارمش توی انتگرال دیگه. که چی؟ که این بشه نقش یو پریم. این یو هستش، یو به توان تانژانت به توان 2، یو به توان 2، یو پریمش هم اینجا نشسته. یو پریم رو دیگه نگاه نمی‌کنم کلا، که به قانونی که داشتیم 1/3 تانژانت به توان 3 خود یو مین های. اینم که خودش تانژانت انتگرالشه، اونم که ایکس انتگرالشه. یه نمونه شبیه این برای خونه شما جمع کنین. مثالمون اینه، انتگرال کوتانژانت به توان 4x دیگه x چی میشه؟ اینم برای خونه باشه. تو همین سبک و سیاق شما میتونید چیکار کنید؟ انتگرالش رو